و همین زندگی که الان شما داره میگم زندگی است. از صبح تا شام خسته میشه، کار میکنه، میره بالای کردان و بالای کراواتی سخت خواه. این زندگی است؟ نه، این زندگی نیست. این مشقت است، این رنج است. در این دنیای پر رنج و مشقت حیات ابدی تان آباد کنه، جنت آباد کنه. جنتی که دیگه جوانیش پیری نداره، دیگه شادیش غم نداره، دیگه خرسندیش ماتم نداره، دیگه حیاتش مرگ نداره. عزیزان من خوب دانینه، حضرت مولوی ما و شما رو نصیحت میکنه، اگر تو قدر عمر خود بدانی، ببینی انسان عمرش خیلی قیمت است، او بهترین ثروت و بایگری است. ما باید این عمر در غفلت، در دوری از خدا صرفش نکنیم، کاری کنیم که به این عمر هم دنیا ما آباد کنیم، هم آخرت ما آباد کنیم، هم کار دنیا کنیم